خیلی خوش اومدین، در خدمتتون هستم. سلام علیکم. آقای سنتورا رو میتونیم استفاده کنیم؟ با اجازه صاحب مغازه. اینا رو برای نوام میخوام تخفیفم دارد. عمو جان چیزی هم داری که ما خودمان به این سن سالمان با هم دیگه بازی کنیم، سرمان بند بشه؟ الو سلام خانم، صدا ضعیفه. من الان تو اسباب بازی فروشی میخوام 2 تا کادو بخرم، ولی پول ندارم. من الان میام خانه. آقای آخرش چند راه داره؟ 600 تومن. 50 اگه میدی بده، اخلاقم که نداری. نما آقای چرخ خیاطی یا چرخ میکند این میدوزد. اگه میدوزد من این کتم پاره شده سینه ببرم میدوزم. آقا خدا وکیلی اصلا اخلاقم که نداشته، همین پرت میکنم میزنم تو سرت دیگه نتونی اینجا کاسه میکنه.